خوش اومدین به ویدیو. تیم ویدیو قرار بهتون که زیر مپ ماینکرافت رو بهتون نشون بدم. بریم که بریم. اول کار خب شروع میکنیم به کندن زمین. فقط همیشه ادامه میدیم. موقعی که تاریک شد بعد شد حتما با خودمون یه نور داشته باشیم. من جلوی خودتون میکنم که بگم ببینین میشه. خب حالا من اومدم یه جای دیگه کلن ولی هنوز دارم میکنیم. ببینید داخل قار ولی هنوز باید زیرتون رو بکنیم تا برسیم به اونجایی که من میگم. خب بزنیم بریم. حالا تا الان که چنل من رو سابسکرایب نکرده بودین سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. بچه ها رسیدیم زیر مپ ماینکرافت. خب میرم بالا چون بچه ها که دقت کنی الان زیر مپیم و باید از اینجا برم بیرون. سوراخ اینجاست، سوراخ کجویی ایناش اینقدر اینجا سخت سوراخ ها پیدا میشه که خدا میدونه. بچه اینجا رو ول کنین میریم پایین. خب پس هیچ این کار رو نکنید. الانم باید بریم. البته انگار میریم پایین. این خیلی جالبه که مپ کلا فرق میکنه. حالا بچه میریم بالا. خودتون دیدین که من هیچ کاری انجام ندادم و توی هر مپی که بخواین میتونین کار انجام بدین. خب الان میرم بیرون بهتون نشون میدم. میخوام خونه جدیدم بهتون توی ماینکرافت نشون بدم. خب بچه ها الان اومدم بالا. میخوام خونه رو بهتون نشون بدم. خواهیم چند بار این کار کردم دقت کنید. این سوراخ ها برای همونه. اینم خونه که بهتون گفتم درست کردم. تا یه ویدیو دیگه با من. خدا